حکمتانه. نظام آموزشی ایران، حقیقت تلخ، بخش اول. با سلام، من محمد حسین ناصری هستم و شما به حکمتانه گوش میدید. مجموعه پادکست های حکمتانه در موضوعات اندیشه‌ای، فلسفی و تقابل اندیشه دینی با اندیشه غربی. از اونجایی که در ابتدای سال تحصیلی هستیم، تصمیم گرفتیم این قسمت از رادیو رو به مشکلات نظام آموزشی کشورمون اختصاص بدیم. لطفاً با ما همراه باشید. ژان ژاک روسو در کتاب امیل سیستمی رو برای آموزش کودکان و نوجوانان پیشنهاد داد که زمینه ساز سیستم آموزشی فعلی اروپا شد. ژان ژاک بیشتر از هر چیز با آموزش کتاب محور سر جنگ داشت. او معتقد بود کتاب و دفتر و قلم اصولاً چیزهای مضری در آموزش به حساب میان. فیلسوف سوئیسی میخواست بچه‌ها فقط چیزهایی رو یاد بگیرن که واقعاً قرار ازش استفاده کنن. او اعتقاد داشت اگر یه درس کاربردی برای کودک نداشته باشه، نباید تدریس بشه. حتی خواندن و نوشتن هم تنها باید زمانی به کودک آموزش داده بشه که قرار استفاده ای از اون بکنه. روسو میگفت صدها مزخرف را در ذهن کودک انبار میکنند. هنگام امتحان شاگرد بقچه خود را باز می کند و کالای خود را که همان درس است را نشان می دهد. از کالای او ابراز رضایت می کنند. شاگرد سپس بقچه خود را می بندد و می رود. اینکه نظریات روسو درسته یا نه بحث دیگه ایه. اما بسیاری از نگرانی های او آدم رو به یاد دغدغه هایی میندازه که مصادیق اونها رو میشه در آموزش و پرورش فعلی ایران که بسیار مورد اعتراض هم هست دید. قطعاً مدارس ایران قابل انتقاد هستند. به این دلیل که دانش آموزان از درس خواندن لذت نمیبرن و نمیتونن در زندگی اجتماعی از آموخته های خودشون استفاده عینی بکنن. نمیتونن با آموزه هاشون به نیازهاشون پاسخ بدن یا مسائل رو دقیق تحلیل کنن و یا اصلا نمیدونن اون چه یاد گرفتن به چه دردی میخوره. از طرف دیگه دانش آموزان با تعارضات فرهنگی زیادی روبرو هستن و این تعارضها باعث از دست رفتن ثبات رفتاری و هنجاری شده و دانش آموزان رو در کسب هویت خودشون دچار مشکل کرده. انسان‌ها هویت خودشون رو بر اساس الگوهای فرهنگی میسازن. فرهنگ راه‌های پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی رو به ما نشون میده و بچه‌ها امروزه با استفاده از رسانه‌ها فرهنگ‌های مختلفی رو می‌بینن و در موارد زیادی به خودشون این حق رو میدن که به غیر از آداب و رسوم و عرف جامعه از آداب و رسوم دیگر جوامع هم استفاده کنن، چون به نظرشون اون فرهنگ بهتر میتونه پاسخگوی نیازشون باشه. اما در مقابل ساختار موجود میخواد اونها رو به رعایت یک الگوی فرهنگی مجبور بکنه. پس یا با دلچرکینی یک الگوی فرهنگی رو انتخاب میکنن یا با بی‌ایمانی و یا اینکه اصلا ساختار رو دور میزنن و الگوی جدیدی برای خودشون میسازن که این کار هم تعارضات فرهنگی رو رقم میزنه. بخشی از این مشکل به عدم تطبیق مفاهیم درسی با نیازهای جدید فرهنگی و اجتماعی بچه‌ها برمیگرده. به یه عبارتی، علم به صورت یک مفهوم ابزاری در اومده که فقط کاربرد کسب درآمد داره و در مدارس چیزی که به درد زندگی بخوره تدریس نمی‌کنن. فیزیک و شیمی و روانشناسی و دیگر موارد هم تنها به این دلیل فرا گرفته میشن که منبع درآمد باشن. اگر خانواده‌ای هم پول داشته باشه، مدرکی رو برای چشم و همچشمی میخواد. در دنیای امروز تغییرات فرهنگی خیلی سریع اتفاق میفته و این تغییرات منتظر هیچ کس نمیمونه. اگر سریعتر وارد عمل نشیم و سیستم آموزشی رو متحول نکنیم، در آینده دچار مصائب بزرگتری خواهیم شد.
اما درباره وضعیت مدارس، در مدارس ما فعالیت دانش آموزان محدود میشه به یک چارچوب خاص. اونها رو مثل دندانه‌های شانه یکسان میبینیم و از همه یک چیز رو میخوایم، در حالی که استعدادهای هر فرد با دیگری فرق میکنه. غالب مدارس ایران به گونه‌ای اداره میشن که دانش آموزان فعالیت‌های بدنی و نشاط آور و همینطور فعالیت‌های علمی رو به صورت تجربی لمس نمی‌کنن. این کار دستمایه ساخت مدارسی ویترین مانند میشه. مدارسی شاد با دانش آموزانی فعال، اما در واقع در مدارس غیر انتفاعی نه دولتی. در مدارس دولتی همچون غیر انتفاعی خبری از اجرای هیچ سندی نیست. هیچ برنامه‌ای در راستای آماده‌سازی بچه‌ها برای زندگی آینده وجود نداره. وقتی بچه‌ها ندونن که مدرسه چه نفعی براشون داره و با اجبار دوره‌های آموزشی رو بگذرونن، مسلماً بعد از فارغ التحصیلی با تعارضات شدیدی درگیر خواهند شد. از آموزش لذت نمیبرن، از انتخاب شغل مناسب عاجزن و شغلی که انتخاب میکنن بر اساس استعدادهاشون نیست. این امر باعث کمبود مهارت فارغ التحصیلان و افزایش موج بیکاری میشه. اگر مدرسه به محلی برای تمرین مواجهه با واقعیت و محل یادگیری شیوه اندیشیدن تبدیل بشه، این مشکلات خیلی کمتر بروز میکنه. قطعاً علم آموزی عملی شرافتمندانه و چیزیه که مورد انتقاد شیوه آموزشه. شیوه آموزش در کشور ما خلاقیت رو از بین میبره. کسایی که علم رو میآموزن و میفهمن متوجه دردی در جامعه میشن و تلاش میکنن تا اون رو مداوا کنن. ولی زمانی که علم آموزی صرفاً در راه اهداف ابزاری به کار گرفته بشه و فقط به این فکر کنیم که چطور از علم پول در بیاریم، علم تقدس و کارکرد خودش رو از دست میده. در واقع اگر علم از حالت معرفتی به حالت ابزاری در بیاد، باعث میشه که خیلی از علاقه‌مندان علم در حوزه‌های غیر ابزاری هم از حالت معرفتی خارج و به این فکر میافتن که چطور میتونن از این علم پول در بیارن و با نشر مقالات و کتاب‌هایی که هیچ گونه تعهدی هم نسبت به اصالت اون ندارن، جایگاه خودشون رو ارتقا بدن. خب همراهان عزیز، متاسفانه وقت برنامه رو به اتمامه و باید ازتون خداحافظی کنیم. البته صحبت‌های ما درباره مشکلات نظام آموزش ادامه داره که در قسمت‌های بعدی رادیو به اون میپردازیم. خوشحال میشیم که نظرتون رو درباره حکمتانه برای ما بفرستین و ما رو در تولید هرچه بهتر این مجموعه یاری کنیم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.